زنهایی که بیگاهی ها در تک دام ها میشینن همشون چی میشود؟ شوهراشون دایوسه چی میشه دیگه؟ نمیبرند شوهراشون نصیحتشون کنه که جسد همش در بیرون میته و تو میبری آخه خیلی خونت بروی. زن دو قدر اگر بفاره بگی خونه تو خونه هم داخل برشون یک هفته بگرد آخه بشینه ببیویا چی گپ که مردم میگذرن پروا نداره که اما جاشون توفته. بازی با زنها یک کار کردن یک دلار در قدر هم میکنن بیچاره همشون دوم بعد میکنه همه جاشون میتوه. نمیدونی قدرتی خدا من حیرانم من روز تو رو دیوانه میشی قدرتی نظر میکنی با بعضی جوانا جورش میاره از نک چای بیار با میاره خم میکنه سیناش تا نقش بیچاره میتوه با زن یاش میاره مر میبری خدمت بخیر چای بیار روخی این قدرتی خدای تعلیم از قرآن دور مونده از حدیث دور مونده دایوس بیناموس بشی خدا من خوب حرام کرد عرق حرام کرد چرا در وجودش دایوسی داره کسی گوشت خوب میخوره دایوس انسانش در پیشش آشنایی میکنه پروا نداره دخترش آشنایی میکنه پروا نداره دایوس میشی عرق آدم بیناموس میکنه دایوس میکنه همین که بعضی نمیفهمون بعضی با نامش معلی با نامش هم دیرکتور بیگم ماست می خونش میدره با پکا میره ها طلباشو بکنه کنی این روز تو میبری اول خود عرق نخرید این مسخرگی روی خودش پیان میای خونه‌شو طلباش میبینن بعد طلباش میگه این دیوانه روی خودش بیگم ماست بود با ما رو میگه گناه نکن این مردم چی کار کردی شما با همین دروغی پیش میره نه خود مسخره میکنی برای این سبب از قاری محترم یگان تلاوت قرآن میکنن یگان غزل میخونن بعد دعا میکنین من بسیار خوشحال هستم خداوند شما را به ناموس بگردانم من الحمدلله شکر نام الله را میکنم که از بین شما دو کس هم زنش به سطر بکنن یک کس هم زنش به سطر بکنن من خوشحال میشم الحمدلله خوشا به حال او جوانی که به ناموس باشه سطر بخره زنش پوشانه بگه زنک تو زیبایی بخوای من برای تو همه کارو میکنم تو فقط زیبایی در پیش ما بکن دختر جانش تربیت بکنه دخترش بگه دختر جان من تو را دوست میدارم من نمیخوام که روی تو من دوزخی شم جوانای عزیز باید نصیحت بکنه که مادراشون رو دوست بدارن پدراشون رو دوست بدارن اگر همین رفتارمون باشه در ریگر مسافرخانه برآمده میرن پدرشون رو در مسافرخانه میپرتوین کسر شید میارن قربالا مرد میبرن گور میکنه دیگه خونه‌اش نمیاره چرا زنم به معقول نی مرد زن تا معقول نی پگخت ممکنه میشی زن به معقول نی من در تلویزیون دیدم یک شکمدار بوگاسو کم در گردنش بود بعدی اومدن شو پرسی ژورنالیست که یکی بود بچه‌م بود چند بچه داره 6 بچه دارم ترا چرا جا بردن که نام به معقول نی کجاش ناموسی تاجیکی کجاش سومدارای تاجیکی کازینو میسازن یهودی ای خودی او پر دنیا اومدن تاجیکا رو کافر کردن کجاش دی پولدارای حرام خری گیره فروشا که تاجیکا رو یاردن بکنن کجاش زکات انداز زکات بدین ای $100,000 $2,500 باید زکات بدی بازی میلیون دلار در تاجر لاو زده میلیون $25,000 میلیاردر هم هست $250,000 تاجستانی ما تماما سیر پوری میشه نه که وای بر حالش کسی زکات نده مسلمان است نماز قبول نمیشه حرام است صدقاتش